با دهه ارقای قرقیزستان که هم مرز تاجیکستان است، نفران راهدور خیلی کم می‌آیند. از این خاطر تشکیل بازی فوتبال از سوی نمایندگی بنیاد اطفال یونیسف و فدراسیون فوتبال تاجیکستان و قرقیزستان برای نورسان این دو کشور همسایه جشن را می‌ماند. برخی از این کودکان حتی قبل از شروع سبقت با بازی با توپ تنیس شروع کردند. نمایندگان تاجیکستان به مکان بازی به مشکل رسیدند. من خیلی شادم که این چاره‌بینی هم کودکان و هم والدان آنها را جمع آورد. برگزاری این چاره‌بینی بار دیگر اهمیت لایحه مذکور را برای مردم منطقه ثابت می‌کند. درباره آنکه بازی فوتبال را داور جهانی قرقیز بهادر قوچقارov نظارت خواهد کرد، بچه‌ها می‌دانستند ولی تا آخرین لحظه با آمدن او باوری نداشتند. داوری که در دو جام جهانی اخیر کار کرد و وعده‌اش وفا نمود. امروز برای شما تاریخی است. یکدیگر را در خاطر نگه بدارید. من در مهمانخانه زندگی نمی کنم، زیرا در تمام جهان دوستان خود را دارم. در تاجیکستان و روسیه و کشورهای دیگر دوستان من هستند. همه این به شرافت فوتبال است. با یکدیگر دوستی کنید و فوتبال را دوست دارید. زندگی همگی یک بار میآید، به خصوص دوران کودکی. بعد از مشق بدن نورسان به سبقت آمادگی گرفتند. نخست پسران و بعداً دختران به میدان میبرایند. دسته های فوتبال بازان نورس را مخصوص به کشورها جدا نکردند تا این احساس برادری و دوستی در آنها بیدار شود. در مدت بازی توپ‌ها به دروازه‌های هر دو دسته زده شدند، ولی برخی از گل‌ها واقعاً زیبا بودند. نورسان قرقیز میگویند از این پیش نیز با همسالان تاجیکشان به میدان برآمدند. این بازی‌ها همیشه در فضای دوستی و خوشحالی صورت می‌گیرد. نه تنها فوتبال بلکه والیبال هم بازی میکنیم. ما به نزد آنها میرویم و آنها باشند به اینجا میآیند. بازی دختران از سوی مخلصان استقبالی گرم یافت. دختران با هر واسطه کوشش میکردند که دروازه‌های خود را حمایت نمایند. گاه‌ها حتی قاعده بازی را ویران میکردند. هرچند در این بازی یکی از دسته‌ها غالب آمد، ولی در مجموع دوستی پیروز شد. در پایان بازی برای فوتبال بازان تحفه‌ها تقدیم شد و احتمالاً این روز برای همیشه در خاطر آنها نقش بندد.